امروز یادالله عبدالزاده معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان ضمن نشست خبری گفت که یکی از سبب‌های اصلی دولتی شدن لیسه آقاخان بیرون از نقشه‌های تعلیمی عمل کردن مدیریت مکتب و معلمان آن است. سبب دولتی شدنش یک چند عامل‌ها است. یکی از عامل‌هاش در بعضی حالت‌ها وابسته نقشه‌های تعلیمی که در جمهوری تاجیکستان به نظر گرفته شده بود بیرون از نقشه‌های تعلیمی فعالیت کردند. اما یک چیزی عامل مقدس یک برای مثلا هر یک صاحب وطن بسیار چیزی عزیز است. مثلا آموزش فنی زبان دولتی متاسفانه در همین مؤسسه تعلیمی با آموزش دیگر فن‌ها بسیارتر دقت داده. حتی گفتن ممکنه در بسیار حالت‌ها ختم کنندگان این مؤسسه دولتی زبان همین مؤسسه تعلیمی زبان دولتی را نمی‌دانستند. این یک مسئله وایشون. دیگر مسئله‌ها خودی در عملی گردیدن نقشه‌های تعلیمی ما هم می‌دانیم که نظام معارف جمهوری تاجیکستان را استاندارد دولتی تحصیلات و نظامی دارد و از روز طلبات استاندارد دولتی تحصیلات ما کار فعالیت می‌کنیم و طبق پیشنهاد گروه‌های کاری که در بسیار حالت‌ها نشاندادهای استاندارد دولتی تحصیلات از جانب معلمان مؤسسه مذکور صرف نظر کرده میشد. بنابراین گروه کاری کار کردن و هیچگاه مقصدی یگان گروه بستن این لیسه نیست، برعکس امکانیت‌ها شرایطی که امروز وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان جستجو کرده ایستاده است در شکل نو فعالیت کردن لیسه. من باوری دارم که در آینده باز هم فعالیت لیسه را باز هم خوبتر و بهتر می‌کنه. یادآور می‌شویم که لیسه آقاخان ماه سپتامبر سال 1998 در بنای سابق مکتب 3 به نام کیروف مکتب دارای تاریخ بانفوذ در بدخشان تأسیس یافته است و در شهر خوروغ فعالیت دارد. آن از جمله معروف‌ترین مؤسسه‌های تعلیمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان به شمار می‌رفت که خدمت کننده‌های آن در دانشگاه‌های بین‌المللی تحصیلشان را دوام می‌دادند.